کارخانه فیض برکت شهر حصار معمول به کان نمک در مسافه 35 کیلومتر دورتر از مرکز معموری شهر در دامنه کوه واقع است. نمک طبیعی که از چشمه‌های کوهی توسط کلبندی استحصال کرده می شود، یکی از خوش‌طعم‌ترین محصولات استعمالی به حساب می رود. کارخانه مذکور با دستگاه‌های ضروری تامین بوده، اساساً به استحصال نمک آشی مشغول می باشد. محصولات کارخانه اساساً برای بازار داخلی استحصال گردیده، همزمان خواجگی‌های چاره‌داری و مؤسسه‌های دولتی نظارت راه‌های افزونگرد شهر و ناحیه‌های مملکت را نیز با نمک تکنیکی تامین می‌نماید. بعد سال 2013 دوام 14 زدمی فیض برکت حصار علمان فیض برکت حصار تیار میکنیم. در یک ماه ما قریب 50 تن اگر خداتی 80 تن ذخیره میکنیم. گپ در همین بود هوا رو آمدنش بود هوای گرم چند که گرمی شد هم خدای تعالی بود شش میتیار فیض میتونه که خونه کشید این استحصالش کم میشه. نه که از ماه سپتامبر سه بعد استحصالش پس رفتن میگیره برای که خنک میشه این تیار نمیشه بنازکی. در جمعیت فیض برکت حصار جمع‌آوری حاصل نمک از ماه ایول آغاز می‌گردد. تا آغاز موسم مسئولین حوض‌های کارخانه را از تعمیر برآورده برای استحصال نمک با صفت شرایط فراهم می‌آورند. عین حال در این کارخانه زیاده از 40 نفر ساکنان دهات به کار موسمی جلب گشتند. این تاریخ این کان از همین پیش از من می‌دانستی از سال 30 پیش در حساب ارتلی ناحیه حصار دیگه. بعد ارتل ناحیه حصار چند سال استفاده بردگی بعد استفاده پرم کمیونیتی ناحیه حصار شد. پرم کمیونیتی ناحیه حصار بودند اینجا کارخانه داشت برای همین پشکای 1 کیلویی کرده ذخیره کرده بعد 30 کیلو در کاغذ خلطه جو کرده با طرفای چی می‌بردن بعد ماشین آمده رایپا سلپا اینجا بردن مغازه قشلاقات تقسیم می‌کردن. حاضر ما کوشش می‌کنیم که باز هم فعالیت کار مستحکم کرده استحصال نمک باید زیاد کنیم برای چونکه ما منت داریم از جناب عالی که با برادر همسایه برادر ازبکستان همشه دوست برادر شدن ممکن که با من راه شده میشه خدا خواه با این نمک ما با برای روانه میکنیم یا که میبرن یا میبیارن. حجم استحصال محصولات از حرارت هوا وابسته است، یعنی حرارت هوا هر قدر بلند گردد بیشتر نمک استحصال می شود. امسال که درجه گرمی هوا نسبت سالهای قبلی به اندازه بلند گشته است، استحصالگران نیت دارند حجم محصولات خوش‌صفت را نسبت سال گذشته به مراتب زیاد نمایند.